سلام، این بار در خدمتتون هستم با بررسی امنیت قرارداد اسمارت بایننس پرو که در شبکه BSC اسکن ذخیره و اجرا شده. خب این قرارداد شرایط همکاری با یه توکن رو به گونه‌ای فراهم کرده که اعضا علاوه بر این که سهامدار این توکن باشن، با کسب امتیاز از پلن رفرال مارکتینگش بتونن به صورت دائمی درآمد زیادی رو کسب کنن. برخی از شما عزیزان سوالات زیادی درباره امنیت این کانترکت پرسیده بودید و ما بررسی‌هایی رو در این زمینه انجام دادیم. اول از همه متوجه شدیم که هویت گروه سازندگان این قرارداد توسط بلاکچین بایننس به صورت رسمی تایید شده. در این مواقع که یک بلاکچین مهر تایید بر هویت سازندگان یک قرارداد میزنه، اصطلاحاً میگن پروژه پدر مادرداریه، یعنی هویت سازندگانش تایید شده است. در مرحله بعد رفتیم سراغ اسکنر معروف دنیای دیفای، جایی که شما میتونی پروژه ها، توکن ها، قراردادهای بیشماری رو اعتبار سنجی کنی و درباره امنیتشون اطلاعات کسب کنی. آدرس قرارداد اسمارت بایننس رو دادیم بهش که بررسی کنه. طی چند ثانیه گزارش کاملی از عملکرد این کانترکت رو بهمون ارائه داد. جالب این بود که هیچ بند مخربی در کدهای قرارداد یافت نشد و همه نکات مثبت بودند. برای مثال هیچ کسی قادر به تغییر عملکردهای قرارداد نبود و هیچ تاریخ انقضایی برای فعالیت قرارداد پیدا نشد. این به ما ثابت کرد که حق مالکیت پروژه فقط با کاربرانه و حتی گروه سازندگان دیگه توانایی دخل و تصرف در این قرارداد رو ندارن. نتایج بررسی تا اینجا دلگرم کننده بود، اما ما به این موارد هم اکتفا نکردیم. سعی کردیم راه دیگه‌ای هم پیدا کنیم تا خیالمون از کدهای این قرارداد کاملا راحت بشه. برای همین به واسطه یکی از دوستانمون با برنامه نویسی که مسلط به زبان بلاکچین بود ارتباط گرفتیم و ازشون خواستیم تا کدهای قرارداد اسمارت بایننس رو بررسی کنه و نتیجه رو بهمون اعلام کنه. بعد از چند روز انتظار بالاخره وایس ایشون به دستم رسید. بازش کردم و با این صحبت‌ها مواجه شدم. این کانترکت سلف دیستراکت نداره در مورد اون چیزی که صحبت کردی، بنابراین خود این شکلی نیست که یهو خودشون نابود کنن یا بتونن پاکش کنن. آپگریدبل نیست، پس نمیتونن کدشو دستکاری کنن. اونر داره، به معنی اینه که این کانترکت مالک داره. این یعنی این که این قرارداد همینجوری که هست کار خواهد کرد، آپگرید نمیشه، ریموو نمیشه. در نهایت به این اطمینان رسیدم که قرارداد اسمارت بایننس پرو کاملا شفاف و ایمن طراحی شده و با توجه به اشتیاق زیادی که داشتم دست بردار نبودم. برای همین این بار به سایت گو پلاس لبز رفتم و سعی کردم از اونجا هم استعلام قرارداد رو بگیرم و باز هم با نتایج مثبتی مواجه شدم که سهه گذاشت بر ایمان و باوری که به این قرارداد پیدا کرده بودم. این نتیجه بررسی و ارزیابی قرارداد اسمارت بایننس پرو بود که امیدوارم براتون مفید بوده باشه. در حال حاضر هزاران نفر این پروژه رو به والتشون متصل کرد